بلق داره. الان شما داری پاییه که به رخ من میکشی یا قابل فاس. دستانداز بود. آقا پای تو چی شده اینجوری لنگ میزنی؟ دستانداز. شوخی نکن دیگه. میگم چرا میلنگی؟ بابا ارسطو به هیچ دستانداز این نه نگفت. فدای تو بشم ما نزدیک بود تصادف کنیم تو. آره فدای تو بشم. ما اصلا نیت ما خیر بود آقا. ما حتی به افتخار تو اسم این جوجه خروس هم گذاشتیم آقا. نقی. آره داداش نقی. بابا خب میخوای شما اصلا بیاین خونه ما؟ چرا؟ نقیشون تو این وضعیت چشم دیدن ما رو نداره. ما بلند شدیم خونه حاج نقی. خیلی خوب باش. چیزی که عوض داره گله نداره پسر خودش. امشب ما اینجا مهمونیم. وقت برای این حرفا زیاده. آقا فدای تو بشم. مگه با این پولا میشه ساخت و ساز کرد؟ راست میگه داداش. با این پولا که نمیشه خونه ساخت. نقی داداش من به ارسطو هم گفتم یه خورده به من مهلت بدید. من یه رفیق صراف دارم تا چند وقت دیگه تمام و کمال من پول شما رو پرداخت. نقیشون الان دیگه جواب تلفن منو نمیده. این الان پول وامو تصفیه نکنه سند کمتر من رو هواست. ارسطو چی میگی؟ باور کن آقا خانم باور کن. چی میگی پسر خاله؟ جدی میگی؟ آره فدای تو بشم. شما پایه باشی من حاضرم همین فردا حرکت کنم. همین فردا؟ پس به سلامتی بیارم ناپلونی رو.